سلام بچه‌های پای دهم. امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطوری تو چند ثانیه تبدیلی کار رو انجام بدیم. یعنی بهترین و سریعترین روش تبدیلی وارد کل دوران کنکور و دبیرستانتون هستش. جلسه اولمون فیزیک پای دهم. روش سریع سوته مناسب برای سوال تستی. سوال اول: بچه‌ها وقتی که شما اینجوری سوال میبینید باید یک نکته رو بلد باشید. اون نکته هم اینه که حذف پیشوندها و جایگزین معنی آن، یعنی 5 میکرومتر چند متر است. باید معنی میکرو رو بنویسیم. معنی میکرو 10⁻⁻6، پس 5 ضرب 10⁻⁻6 متر. جواب سوال اول اینه. تمام شد. تو عرض 3 ثانیه جواب این سوال اول رو نوشتیم. به همون آسونگی. سوال دوم: 4 مگامتر مکعب چند متر مکعب است؟ بچه‌ها به این توان 3 باید دقت کنیم که این توان 3 برای مگا هم برای پیشوند یا هم برای مگا هم شامل میشه. معنی مگا 10⁻⁻6 و این توان 3 هم شامل میشه. پس جواب نهایی میشه 4 ضرب 10⁻⁻3 متر مکعب. پس تو سالهای قبل خواندیم که وقتی که دو تا توان پشت سر هم میان ضرب میکنیم. 6 تا 18 تا 4 ضرب 10⁻18 متر مکعب. جواب سوال این شد. پس سوال 3 هم 5 مگا نیوتن بر سانتی متر مربع چند نیوتن بر متر مربع است؟ بچه نگاه کنید که باید معنی آن رو بنویسیم. معنی مگا 10⁻⁻6 می‌نویسیم 10⁻⁻6. بعد معنی سانتی میشه 10⁻⁻2 10⁻⁻2 رو می‌نویسیم. 5 رو خودش می‌نویسیم. خط 60 رو خودش می‌نویسیم. بعد نیوتن و متر مربع رو می‌نویسیم. فقط به اینجا نکته دقت کنیم که توان 2 برای سانتی هم شامل میشه. یعنی این 10⁻⁻2 که برای خود سانتی هست، توان 2 هم باید بزنیم. گفتیم که تو اینجا ضرب میکنیم. پس اگر ضرب کنیم این توان ها رو میشه 10⁻⁻4. پس جواب نهایی میشه 5 ضرب در 10⁻⁻6 ضرب در 10⁻⁻4. این مثبت از کجا آمد؟ این توان منفی رفت بالا، مثبت شد. پس جواب میشه 5 ضرب در 10⁻6 ضرب در 10⁻⁻4. جواب نهایی میشه 5 ضرب در 10⁻10 نیوتن بر متر مربع. سوال 4: 2 متر چند نانومتر است؟ بچه‌ها اینجا یک نکته خاص داره. این نکته خاص هم اینه که وقتی که دیدی که این پیشوند تو اینجا قرار داره، تو این موقعیت قرار داره، شما باید علامت این پیشوند رو قرینه کنید. تمام. پس 2 رو می نویسیم. بعد ضرب داره، فقط معنی این پیشوند رو می نویسیم چه قرینه می کنیم. چه اینجا 10⁻⁻9 بود، اینجا 10⁻⁻9 میشه. تمام شد. و این سوال آخر را شما تو کامنت ها جوابشون رو بنویسید و بفرستید. بعد خب بچه اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره تا درس بعدی رو از دست ندهید. تا ویدیو بعدی، بدرود.